کسان از ما که در حج میرفت، یک از ما همینجا مرد. ما غسلش دادیم، کفنش کردیم، رفتیم برایش قبر کندیم. همین که به لحد رسیدیم، لحد را آماده کردیم، دیدیم که یک مار کل لحد را پر کرده سیاه داخل لحد استاده است. میگه ترسیده برآمدیم، رفتیم قبر دیگه کندیم. باز که در لحد رسیدیم دیدیم که همون مار در اون قبر هم هست. رفتیم قبر سوم کندیم، باز همین مار را در اون قبر دیدیم. ما در محضر تو آمدیم، ای بزرگوار چی کار کنیم با این جسد؟ حضرت عبدالله ابن عباس فرمود بروید او را دفن بکنید. به خدا قسم اگر در کره زمین شما قبر بکنید، باز هم این مار را اونجا پیدا میکنید. دوان دوان آمدن به خانهش پیش همسرش، گفتن چی کار میکرد این مرد تو؟ چی کار میکرد؟ گفت کارش همی بود که ای در بازار غله فروش بود. ای دکانداران، ای کسبکاران، ای تاجران عزیز، به خدا قسم اگر چشم مردم خیانت را نبیند، الله میبیند. همه را میسنجد، همه را جمع میکند، ذره جمع میکند. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به اندازه یک ذره هم گناه تو را الله جمع میکنه. میگه از پیشش پرسید که چی میکرد؟ گفت غله فروش بود. هر روز که غله را به بازار میبود، چند دانه کاسه ای داشتیم از غله میگرفت، جای از این خس و خاشاک میانداخت که غله مخلوطش میکرد، سنگریزه ها میانداخت مخلوط میکرد تا وزن همی را پیدا کنه، به بازار میفروخت. به این عذاب الله گرفتارش کرده که قرآن میگوید هیچ دوست صمیمی در روز قیامت از دوست صمیمی خود نمیپرسد. این فکر نکن که روز قیامت احمد فیروز از تو پرسان میکنه یا من فکر کنم که تو از من پرسان میکنی. روز سختی است، هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی روز قیامت نمیپرسد کجا هست. یبصرونهم، این به این معنا نیست که دو به این پیدایشان نکنه، نه، روبرو میکنه خدا اینا را، شناسایی میکنه فلانی از میشناسی. میگه چنان غرق است، چنان ترس و وحشت است که دوست خود را نمیشناسد، از دوست خود چیزی پرسان نمیکنه. پدر و پسر را گرفتار کردن، میخوان یکی از این دو را بکشن، کدام پیش میشود؟ پدر پیش میشود. اگر دختر و مادر را بگیرن، مادر پیش میشود. من فکر نمی کنم پدر ببیند که فرزندش را، گلونش را ببرد و زیر خون لوتک بزنه و یی بخنده که نیم جان خود را نجات دادم. از او که پدر به انصاف نامهربان نیست و میگه من اول بکش با بچه من بکش. ولی سبحان الله این حالت را ببین. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم آرزو میکند که خدایا چی میشود در جای من بچه من به جهنم ببری. چه روز سخت است. خدایا به جای من بچه من را ببر. و صاحبته و اخی، پروردگار زن من ببر، برادر من ببر. برای زن چی نکردی در این دنیا؟ برای پسر چی نکردی؟ چه گناهایی که ما نکردیم؟ به چشم خود میبینیم که خنجر به دست پسر ماست به اسلام میزند، تشویقش میکنیم و به صفحات میرود، به پدر هم نشان میده بیا پدر ببین، او خنجر است که فقط به اسلام میزند، تشویق میشود. این پول بچین باز اینترنت تفعال بکن، این پول با فیسبوک تفعال بکن، این پول با واتساپ تفعال بکن، باز رمزم بگذار که کسی دیگه او را نخوانه که داخل واتساپ چی پیام است. با آواز بلند میشم هست یا نیست. ولی روز قیامت دوست دارد، آرزو میکند یک مجرم که خدایا به جای من پسر مرا ببر.